دوستان یه لایف ترید داریم روی ارز ترون TRX، یه پوزیشن شورت داریم. این قسمتی که میبینید قیمت بهش رسیده یه گپ قیمتی هستش که خیلی به شدت مهم هستش و به نظرم میتونه بازار رو به سمت پایین بفرسته. با استاپ لاس حالا این قسمت ما گذاشتیم و تارگت این قسمت. نقطه ورودمون به نظرم نقطه ورود خیلی خوبی هستش و میتونیم که واکنش هایی رو به سمت پایین داشته باشیم. من حالا مجددا آپدیت خواهم کرد پوزیشن رو، حالا در حد یک چند ثانیه ای رو وای میستیم، بعد آپلود میکنم پوزیشن داخل یوتیوب.